میدونستید که زامبی ها در واقع جسد انسان های مرده نیستن؟ Sorry, what? پلنت ورس زامبیز یا همون گیاهان علیه زامبی های خودمون. یه بازی معمولی نیست و خیلی دارکه. خیلی دارک. یه تئوری هستش که به ما میگه زامبی هایی که داخل بازیان و هدفشون خوردن مغز ماست میتونن تولید مثل کنن و جسد انسان های مرده نیستن. میدونید که زامبی ها توسط شخصی به اسم دکتر زامباس رهبری و کنترل میشن. خب حالا دکتر زامباس کیه؟ زامباس مدرک مرگ شناسی داره. زامباس که شخصیت شرور بازیه نسبت به زامبی های دیگه باهوش تره. زمانی که در نسخه دوم این بازی دیو دیوانه برای خوردن یک تاکو تصمیم میگیره که برگرده به چند دقیقه قبل، با یک اشتباه به باستان میره. دکتر زامباس کنه هم میره دنبالش و تعدادی زامبی با خودش به نیم ساعت بعد از خلقت جهان میبره و همونجا رها میکنه. یعنی اینکه خودش رو خلق کرده. واقعا دیوونه کننده است. وجود دانشگاه و خیلی خیلی چیزای دیگه اینو میتونه ثابت کنه.